و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و لگن میسین برای شستشو بساز که پایش میسین باشد و آن را در میان خیمه جامع و قربانگاه بمان و آب در آن بریز و بگذار هارون و پسرانش دستها و پایهای خود را از آن بشویند. وقتی که به خیمه جامع می آیند با آب شستشو کنند تا که نمیرند، یا وقتی که برای خدمت کردن و سوزانیدن قربانی آتشین برای خداوند به قربانگاه نزدیک می شوند، بگذار دستها و پایهای خود را بشویند تا که نمیرند. و این برای آنها، یعنی برای او و ذریاتش در نسلهای آنها فریضه ابدی خواهد بود. پس ای برادران، مادامی که ما جرأت داریم به قدس به وسیله خون عیسی مسیح با راه نو و زنده داخل شویم که آن را او برای ما به وسیله پرده یعنی جسم خود از نو کشاده است، و مادامی که ما کاهن معظم بر خانه خدا داریم، پس با دل صاف و با ایمان کامل دلهای خود را به واسطه پاشیدن از وجدان شریر ما تطهیر نموده و جسم خود را در آب پاک غسل داده نزدیک آییم و اعتراف امید خود را ثابت قدمانه نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است.